میدونم اینا همش آه توی، آهی که کشیدی تا دامنگیر اون کسی بشی که این کارو باهات کرد. الانم چند روزی بود که تو این بیمارستان بستری بودم. اون زده بودتم که داشتم خون بالا می آوردم. آخه آدم مست و معتاد که چیزی حالیش نیست، تمام عشقش میشه مواد. اگه همسایه ها به دادم نمیرسیدن، حتی به بچه خودش هم رحم نکرد. خوابیدنت این زیر رو چطوری باور کنم؟ پاشو و بگو که همش دروغه. نگو که برای بار دوم از هم جدا شدی. پاشو بازم گوشم و بپیچون و بگو دختر چقدر تو بیچشم رو شدی. پاشو دیگه، ببین دخترت اومده، خدات اومده.